هند سرزمین عجایب و خرافات، کشوری پر از رسم و رسوم‌های عجیب و غریب که معروف به سرزمین 72 ملته. احتمالاً درباره آیین‌ها و اعتقادات این مردم چیزهایی می‌دونی، اما مطمئنم که حتی فکرش هم نمی‌تونی کنی که توی معابدشون چی می‌گذره. اگر می‌خوای بدونی که توی کدوم معبد اندام خصوصی زنان رو می‌پرستن، تا انتها با من همراه باش تا این معبد عجیب رو بشناسی. باورش سخته، اما توی هند با سگ‌ها ازدواج میکنن، عروس رو زنده زنده آتیش میزنن و برای بخشیده شدن گناهانشون روی زغال گداخته راه میرن. گاوها رو میپرستن و ادرارش رو مینوشن. فکر این که توی گذشته مردم چنین اعتقاداتی داشتن خیلی عجیب نیست، اما این که توی این دوره و زمونه باز هم عده‌ای پیدا میشن که به این اعتقادات پایبند هستن، واقعا عجیب و ترسناکه. لاکشمی خدابانوی هندو نشانه و نماد ثروته. از اونجایی که جذابیت زنانه داره در بین زنان و چون سمبل ثروته بین تجار و کسبه طرفداران زیادی داره. لاکشمی در زندگی روزمره هندوها تأثیر زیادی داره. اونا اعتقاد دارن که براشون برکت میاره، برای همین سردر خونه ها و مغازه هاشون مجسمه هاشو میتونی ببینی. آواتار لاکشمی زنی زیبارو با 4 دسته که لباس قرمز رنگ و فاخری رو به تن داره و دستانش پر از طلا هست. معبد باشکوه لاکشمی که گنبدهای بلند و قرمز از مشخصه های اونه. توی حیاط این معبد مجسمه حیوانات زیادی هست، مخصوصاً مجسمه فیل که همراه همیشگی لاکشمیه. معبد لپاشی در قرن 16 میلادی 2 برادر معمار به نامهای ویروپانا و ویرانا مأمور ساختنش بودند و اون رو به شیوا، یکی از خدایان هند، تقدیم کردند. این معبد 70 ستون داره، اما موضوع جالبی که وجود داره اینه که یکی از این ستونها معلق هست و روی زمین قرار نگرفته. تا الان هیچ کس علت وجود این ستون معلق رو نفهمیده. مهندسین چندین بار تصمیم گرفتن که ستون رو به زمین متصل کنن، اما در کمال تعجب متوجه شدن که نقشه‌نگارها از حالت عادی و اولیه خودشون خارج شدند. قبل از اینکه چند تا از رسم‌های عجیب هندی رو بگم، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی. از رسم و رسومات عجیب هندی ها ازدواج اونها هست. معمولا مراسم ازدواجشون 3 روز طول میکشه و برعکس ما که لباس عروسمون سفیده، لباس عروس توی هند قرمزه و لباس سفید رو برای عزا میپوشن. توی هند خانواده عروس جهیزیه و پول و لباس و جواهرات به خانواده داماد تقدیم میکنن و اگر خانواده داماد راضی نباشه، عروس رو زنده زنده آتیش میزنن. فاجعه دیگه‌ای که توی هند وجود داره ازدواج اونها با سگ‌ها هست. مردم هند معتقدن کسانی که روحشون توسط شیطان تسخیر شده نمیتونن با انسان ازدواج کنن، چون باعث بدبختی اون آدم میشن. برای همین با سگ ازدواج میکنن تا پلیدی‌ها ازشون دور بشه و بعد از اینکه پاک شدن میتونن با انسان ازدواج کنن. توی هند الهه‌ای وجود داره به نام درواپادی، الهه‌ای که با 5 برادر به طور همزمان ازدواج کرده بود و برای اثبات بیگناهیش روی آتیش راه رفت. هندی‌ها هم بر این باورن که اگر روی زغال گداخته راه برن، آمرزیده میشن و آرزوهاشون برآورده میشه. در باور هندی‌ها گاو حیوان مقدسی هست و عده‌ای هم اون رو میپرستن و کشتن گاو شیرده هم ممنوعه و استفاده از شیر و کشک و کره و ادرار اون توی آیین مذهبی هندو نماد تطهیر و توبه و میزان احترامیه که به این حیوان داده میشه. خب بریم سراغ معابد بعدی، پرستشگاه کارنیماتا. نکته‌ای که درباره این معبد وجود داره اینه که 20,000 موش توی این معبد زندگی میکنن و مردم هم برای این موش‌ها غذا میارن. برای رفتن به این معبد باید با پای برهنه باشی و مراقب باشی که موش‌ها رو لگد نکنی، که اگر این اتفاق بیفته باید یک موش طلا بخرید و به معبد هدیه بدی. اونها بر این باورن که اگر موشی از کنار پای کسی رد بشه، اتفاق فرخنده و مبارک و پربرکتیه، به خصوص اگر اون موش سفید باشه، چون میگن که فقط 10 موش سفید توی این معبد وجود داره. برای این مردم خوردن پسمانده غذای موش‌ها یک نعمت به شمار میاد. اونها شیر و شیرینی هایی که موش‌ها قسمتی ازش خوردن رو میخورن.
معبد طلایی مقدس‌ترین معبد آیین سیک که تمام قسمت‌های بالایی اون با روکش طلا ساخته شده و توسط دریاچه‌ای احاطه شده و برای رسیدن بهش به معنای واقعی کلمه باید روی آب قدم بزنید. جالبه بدونید که توی این معبد روزانه 50,000 غذای رایگان به نیازمندان میدن و میشه گفت که این معبد بزرگترین خیریه جهانه. معتقدین به این آیین حتی برای یک بار هم که شده برای عبادت به این معبد میرن. معبد کایلاسا. معبد کایلاسا بزرگترین ساختمان تک‌سنگی منحصر به فرد توی جهان هست که به پروردگار شیوا اختصاص داده شده. کل این بنای عظیم یک سنگ یک تکه هست که کنده‌کاری شده. این روش ساخت برای یک بنای کوچیک قابل درکه، اما بنایی با این عظمت واقعا شاهکاره. طبق گفته باستانشناسان این معبد تنها ساختمان توی جهانه که از بالا به پایین ایجاد شده. ورودی معبد کایلاسا توسط فیل‌های سنگی نگهبانی میشه و دیوارهای معبد هم صفحه‌ای از حکایت‌های باستانی رامایا و ماهاباراتا رو نشون میده. جالبه بدونید که ساخت این شاهکار فقط 18 سال زمان برده. تا اینجا نظرت راجع به هند و معابد و رسم و رسوماش چیه؟ برام توی کامنت ها بنویس تا بریم سراغ معبدی که توی اون اندام خصوصی زنان رو میپرستن. معبد کاماکیا. توی این معبد اندام زنان رو میپرستن و عادت ماهیانه و هر چیزی که مربوط به زنان هست مورد توجهه. اگر به این معبد بری میتونی رحم و بخش‌های خصوصی این خدای هندو رو ببینی. و رودی هم در کنار این معبده که هر سال در ماه ژوئن رنگش قرمز میشه. احتمالاً متوجه شدی که رنگ قرمز آب این رود دلیل و نشونه چی هست. نظرت راجع به کشور هند چیه؟ برام توی کامنت ها بنویس و ویدیو پیشنهادی روی صفحه رو هم از دست نده.